پهلوان جوان توجیک یوسین نیماتوف یکی از پهلوان‌های جوان و امیدبخش توجیک و پسر کلانی محمد رازق نعمتزاده بنیادگذار گروه ورزشی تاجیک سپورت در فیسبوک چند وقت باز از بیماری سرطان لیمفاوزل رنج میبرد. والدان و نزدیکان یوسین چند مرتبه یوسین جان را معالجه کرده دوره کیمیا درمانی را نیز در ژاپن گذرانیدند. حالا باشد دست یاری از ما و شما میخواهند. هنرمند شناخته توجیک تشریف خلیلوف نیز در یک نوار از مردم دست بخیر خواسته است دست یاری خود را برای طبابت این پهلوان پسر توجیک دریغ ندارند. رقم کارت سبربانک برای انتقال مبلغ کمک 42 76 40 01 27 00 76 99. خبیر و پروینه قادروونا. یوسین نیماتوف دو کرات جایزه‌دار جام گشتین دیزودوی قطعه آسیا بین نورسان، غالب دو مسابقه بانفوذ بین المللی در یونان و تایلند، برنده دو مدال برنجی مسابقات دیزودو بین کشورهای عرب در مکه مکرمه و غالب دهها مسابقه در کشور امارات می باشد. با آنکه یوسین در امارات متحده عرب به وای رسیده است، در همه مسابقه های بین المللی تحت پرچم تاجیکستان به میدان می براید. پدر او محمد رازق نعمتزاده از حامیان و مبلغان ورزشگران توجیک دانسته می شود که دست کمکش به دهها نفر هموطنهای ما از جمله ورزشگران، اهل فرهنگ و ادب و مردم عادی رسیده است. لایق به یادآوری است که محمد رازق نعمتزاده اولین صاحبکار توجیک بود که سال 2008 به رسول واقعی و یوسف عبدالسلاموف برای به دست آوردن مدال های المپی پکین ماشین تحفه کرده بود. از درگاه الهی برای دادر پهلوان ما یوسین جان نیماتوف شفای کامل می‌طلبیم و از همه هموطنان دست بخیر دعوت می‌کنیم که در این امر خیر سهم بگیرند.